آغاز سخن نام خدا میگویم. سلام دوستان عزیز و بینندگان تلویزیون آسیای مرکزی. این است برنامه لحظه حقیقت با من بیک رحمانی. امروز سر این موضوع صحبت خواهیم کرد یا که اندک بحث یک طرف هم باشد خواهیم کرد که موضوع درد جامعه تاجیکستان است. چون این موضوع به حزب یا سازمان یا به گروه دخل ندارد، من هم صحبت را به طور عمومی، یعنی به طور که یک مسلمان یا یک دوست و برادری که از تاجیکستان امروز در مهمانی ما در مسکو است معرفی خواهم کرد. موضوع در مسائل تراشیدن ریش یا که گذاشتن ریش یا که داشتن حجاب برای زنان و مادران تاجیکستانی است که امروز در رسانه‌های فیسبوکی و اون رسانه‌های تاجیکستانی و بیرون از تاجیکستانی خیلی پهن و پریشان است. خب هر کسی که هر چیزی میخواد در مینویسد، کسی که اون دانش اسلامی داشته نداشته، مسلمان غیر مسلمان، هر کسی میخواد که در این مسئله یک سهم گذاری باشد، اما نمیدونم که اون جامعه را چطور قبول میکند. و چیز دیگر سوال با میاد که امروز آیا در تاجیکستان اون شخصیت های دارای معلومات عالی اسلامی امروز هستند که برای مردم از نظر رشد اسلام به مطابق اون جامعه که است باید صحبت بکنند. عالمان برجسته اروپایی میگن که به علم اسلام تاریک است، یعنی علمی که نداشته باشی ورود به اسلام بشن غیر امکان است، یا که به اسلام علم خطرناک است چون صاحب دین و آیین داشته نباشی یا که مسلمانی که نباشی میتونی علم را در حل چیزی استفاده کنی. از این خاطر امروز در مهمانی من دوستم محمد جون فیض رحمان. سلام علیکم دوستان. خوش اومد شما را به مسکو. سلام. در نخست دوشنبه را زیاد یاد کردیم. مثلا من دوران طفولی، دوران جوانی، نوروزی دوشنبه زیاد گذشت. دوشنبه چه حال است؟ سلامت باشین برادر عزیز. دوشنبه در عموم خوب است الحمدلله. منم کمتر یعنی یک ماه پیشتر از دوشنبه برآمدم. دوشنبه خوب بود، اما متاسفانه وضع آزادی و دموکراسی در تاجیکستان بعد انتخابات 2015 انتخابات پارلمانی وضع بدتر شده است از روز تا روز. و چخیلی که میدونیم تاریخ 1 مارس واقعا یک در تاجیکستان یک مرحله جدید شروع شد، مرحله که بدون مخالفین پارلمان را بدون مخالفین واقعی میبینیم و همچنین فشار بالای اونهایی که دیگرگون اندیش هستند روز تا روز می‌افزاید. چنانکه که میدونیم در انتخابات یعنی تا ما بعدی سازشنامه صلح تا 2010 تا یک فضای خوب برادری، یک فضای خوب زندگی میکردیم، ولی بعدی انتخابات پارلمانی 2010 وضعیت تغییر کرد. فشارها بالای دیگر اندیشان به خصوص اعضای حزب نهضت و دینداران افزایش یافت و مرحله بعدی که میتوانیم اون رو مرحله بعدی جدا کنیم این انتخابات 2015 بود که دیگر اندیشان از پارلمان رفتن و فشار بالای دیگر اندیشان به خصوص دینداران و اعضای حزب نهضت افزایش یافت. به صورت که یک چیز، چون موضوع رو من ادامه داشتم که در مسائل گذاشتن ریش و حجاب بود. خب چون شما معلوماتم داد خیلی خوب بود، یعنی دوشنبه تاجیکستان در این حال قرار داشته است. نظر شما بعضی وقت اشاره میکرد که فشار سر دینداران، ما بیشتری وقت از زبان تمام مردم، از زبان ریاست عالی کشور، از زبان نیادهایی که امروز دین مبین ایسان رو در نزد حکومت مثلا رهبری میکنن، یعنی کمیته دین نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، شعبه دین نزد دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان، و هر یک نفری که امروز در تاجیکستان قدم میزند اون دیندار است، یا صاحب دینی اسلام است یا صاحب دینی کدام دین دیگر است. موضوع طرف دیگر، چون من شما رو معرفی کردم که یک نظر این موضوع جامعه هست، موضوع داغ روزی جامعه است. ما نظر از حزب و سازمان صحبت نخواهیم کرد، نظر از چیزی که نظر یک مرد مسلمان یک بچه مسلمان چی است. خب در بعضی رسانه‌ها زیاد اشاره می‌شود که در تاجیکستان در دوشنبه در این گوشه و در اون گوشه قپیده هستن، ریشه میتراشن، حجاب میکشن. من تا درجه فکر کردم که فردا اگر تاجیکستان سفر کنم با فکرم یگون نفر اونجا با ریش نمیان یا که اصلا همه تراشیدگی
بریشن. همین است؟ بله. اول من میخوام درباره اینکه گفتین که مقامات و بخصوص ما کمیته دین داریم، شورای علما داریم و در عموم ما چطور میدونیم در همه اکثری کلی مقامات آنهایی که در نهادهای حکومتی میکنن مسلمان هستند و واقعا انسانهای خوبم خیلی زیاد است، ولی متاسفانه اون در داخل مقامات نهادهایی هستند، دایره هایی هستند که یعنی من به این نظر هستم که در داخل حکومت یک جریانی دنیوی یعنی تندرو رشد کرده ایستاده است که امروز این چیزهایی را که میبینیم که در مسئله ریش، در مسئله حج تا 35 ساله رفتن، در مسئله حجاب، در مسئله بسیار چیزهایی که هست این وجود دارد و با این هم فراموش نباید کرد که این یک مسئله نیست که در تاجیکستان باشد، برعکس این در عموم در جهان یک آسیای مرکزی، حتی در دولت‌های عربی مثلا در مصر و این چیزها رشد دارد. یعنی نمی شود که ما همین تجربه‌ای که فعلا در تاجیکستان رفته ایستاده است این را خاص بگیم، بلکه یک پدیده تقریبا جهانی این هست. و در مسئله همون که ریش و دیگر چی کردن، ما متاسفانه حیران همین میشویم که مثلا مثل این است که همین ریش یا حجاب یا حج رفتن جوانان یا دیگر مانع هایی که امروز در تاجیکستان می شود یگانه راه مانعی برای پیشروی تاجیکستان است. امروز برق شاید نداریم در زمستان یا مشکلات اقتصادی که هست یا مهاجرینی که رفتن عدد خیلی زیاد است، همش اگر مشکل حجاب باشد یا مشکل ریش باشد این بگذار که همین کار باشد، ولی متاسفانه این از کوتاه اندیشی همون دایره های مخصوصی هست که به همین کارها دست میزنند، وگرنه مثلا حجاب داشتن، ریش داشتن یعنی پیشروی به پیشروی چی مشکل؟ اشاره کنم شما اشاره خوب کردید، یعنی پیشرفت اقتصادی تاجیکستان، اجتماعیت تاجیکستان وابسته به ریش و حجاب نیست. خب بی‌خطری تاجیکستان وابسته هست، یعنی میگم که بی‌خطری تاجیکستان واسه از همه شما است، درست است؟ منظور چی است از این صحبت کردن؟ یعنی بازم تکیه میکنیم با اون رسانه‌های جهانی. امروز هست دولت اسلامی، داعش که میگیم، اصلا طالبانی که امروز افغانستان هستن، اصلا یک قسمتی سازمان‌های دو این چیزایی که در منطقه آسیای مرکزی هستن. مثلا یک از نوارهایی که داعش در یک از کشورهای عرب کرده است، عراق به فکرم بود، یعنی مادر زن برای پوشیدن یک کرته سرخ در کوچه تیریده سر خورد، رفت، یعنی از دنیا رفت. اما این جوانان صاحب یک ریش بزرگ، صاحب یک جسم جسدی بزرگ خود را یعنی مسلمان میخوندن. فکر میکنم که تاثیرات این داعش امروز در این منطقه آسیای میانه است، مردم از این ترس دارن، نه از مسلمانی، نه از خودی ریش و نه از حجاب. درست است. منم در این مسئله که تندگرایی خصوصا جوانان از جوانان آسیای میانه و بخصوص کشور خودمان از این وضعیت ما نگران هستیم، واقعا نگران هستیم و این یک پدیده تقریبا جهانی شده است. درست است، ولی ما در یک شاید اختلاف نظر با اون دایره ها داشته باشیم در راه حل یعنی راهی حل همین مشکل در چی است. ما میگوییم که اگر ریشه میتراشه این برعکس همون جوان دینداره چی سوق میدهد به طرف همون تندگرایی، به طرف اون، یعنی همون قدر ما فشار بالای حجاب دارا فشار میاریم، بالای ریش دارا میکنیم، اونها را ما سوق میدیم به اون طرف. یعنی در برابر اینکه ما باید مردم جوانان بخصوص از تندروی باید نگاه بداریم، راه حل در دیگر جاست، یعنی یک اصلاحاتی کلی کردن. یعنی ببین امروز مهاجرینی که از روسیه میروند به تاجیکستان چیکار میکنن؟ کار ندارن، هیچ چیز ندارن. اونها به جای کار ماندن حتما یک چی فکر میکنن. امروز در دست اینترنت است، ادنکلاسنیک است، فیسبوک است، همه چیز اینو هست. پس اینا چیکار میکنن؟ اینها ما اگر واقعا میخواهیم که تاجیکستان که
در همسایه افغانستان هست، در یک وضع استراتژی از نگاه امنیتی برای هم شوروی سابق اتحاد شوروی قرار دارد. بر ضمن همین ما باید یک کاری بکنیم که راه حل های ریشه‌ای را برای حل این مشکلات پیدا بکنیم. یعنی به این معنی که ما بیشتر کوشش بکنیم که مثلا آزادی ها رو بیشتر بدیم. من مثلا این نظری من است که مثلا اگر ما آزادی های رو بیشتر بدیم، این که وقتی که ما مثلا یک مثال عادی میارم که در مسئله درس خواندن، همون چی هجرگی که بود ما امروز منع کردیم، یک جوان نمیتونه در پیش یک ملا درس بخواند و از همون اسلامی که در تاجیکستان است با اون ذهنیتی که مثلا یک ملا یا یک روحانی تاجیک دارد از اون استفاده کرد، وقتی که اون را نمی‌یابد چی میکند؟ میرود به سوی دیگر کشورها برای خواندن و متاسفانه در بعضی از این کشورها و در بعضی مناطق سوی استفاده از طرف گروه‌های تندرو میشه. پس مشکل من در نظر من نگرانی از رشد تندگرایی هم است. در آزادی میبینیم ولی این یک چیزی ما یعنی مشترک هستیم در این، ولی در راه حل ما مشکل داریم. یعنی با قپیدن رشد تراشیدن مشکل حل نمیشه، مشکل ما بیشتر میکنه. پس بیاید از دیگر سوال گذاری کنیم، آیا با این سطح بلند برداشتنی که در کوچه ها ریش میتراشن یا که حجاب از سر خواهر و مادر میگیرن، یعنی این حتما در همون سطح بزرگی باید قرار گیرد تا همون سطح هست در این تاجیکستان، تا همون سطحی که تمام رسانه‌ها می‌نویسن و تا همون سطحی که یک دهشت هست و یا راه حل دیگر هم هست. متاسفانه سری که در رسانه‌ها دیدیم، وزارت داخله یک از نهادهای حکومتی این رو رد کرد که ما هیچ امری ندادیم، هیچ دستوری به پلیس‌ها و پلیس دادگی نیستیم که این کار انجام بدن. این به نظر من خوب است که در همین یک سطح و امید داریم که همین روندی که فعلا حجاب و در مسئله حجاب و ریش و حتی مسئله حجاز پیشنهاد کردن این تا یه حدی را مثلا متوقف شود، وگرنه یعنی خیلی که من همون وزارت دیدم که اون میگفت که ما این دستور ندادیم، واقعا من یک نوع خوشبین شدم که همین چیز، ولی دایره هایی هستن که در پشت این کار و این کارها دست میزنن متاسفانه و احساسات دینی مردم که این چی میگیم در بالای چی زخم نمک ریختن است، واقعا همین چیز است در نظر. خب بریم سوی دیگر. من یک چند چیز از همون دادوهای و فکرهایی که در رسانه فیسبوکی میشوند و بعضی صحبت میکنن، یعنی یک جوان در ویدیو صحبت میکرد که من مرا قپیده استان ریشه تراشته استان از حکومت و من گفته استان که تو ریش شیعگیمون چی هستین؟ نظر چی است؟ امروز در تاجیکستان فقط این نظر میکنم، من چیز دیگه برای شما انشالله صحبت میکنم. سطح فهمیش اسلامی یا که خودی اسلام شناسی خیلی پست است. آیا این خطری زیادتر نیست؟ ما نظر من این است که ما در عموم در مقامات همین شخصیت تاجیک ما حتی در خانه یک نوع عادت فرهنگ ما شده است که همه کار رو با مجبوری میکنیم. امروز ما همون کار میکنیم، ولی باور کنید اگر آزادی باشد، فضای خوب باشد، انسان ها عقل دارند که چطور ریش مانند، چطور حجاب پوشند، چطور مثلا همون چیزهای دیگر که هست همون را به شکل طبیعی بگذارد. ما هیچگاه با مجبور کردن، با فشار آوردن راه حل نمی‌یابیم. ببین یک مشکلی که در ما می‌خوایم که درباره ریش مجبوری چی بکنیم، یا که خیلی که چند پیش در فیسبوک اومد که گویا که برای ریش ماندن هم اجازت هست، 250 سامان میتی و بعد اجازت میتین که ریش مان یا حجاب در سالش بسپار. این یک شوخی بود ولی بسیار چیزها معنی میدید، بسیار معنی زیاد دارد. به هر حال ما ببین وقتی که میخواهیم مثلا در مسئله ریش مردم رو بسیار سرزنش میکنیم، چرا یک بار فکر نمیکنیم که زیایی‌های ما، روشنفکرای ما چرا یک بار نمیبرن در تلویزیون گپ بزنن؟ ما اصلا تلویزیون در جای اینکه این مشکلات‌های اجتماعی را فهماندهی را راه اندازی کنن، متاسفانه به وزن دیگر و دیگر مسائلی که نه اونقدر مهم هست به اونها در رسانه‌های حکومتی میگویم. مثلا اگر شما میخواهید که ریش ترتیب یابد، ریش صحبت کنید،
بگذارین آزادانه همون روحانیایی که هستن، روحانیای معروف هستن که گپی اونها در جامعه تاثیر داره، قدر دارد، اونها رو بیاری در رسانه ها صحبت بکنن، در مسئله ریش صحبت کنن، در مسئله حجاب صحبت کنن، در دیگر مسائل صحبت کردن. اما با اینکه ما میریم، یعنی این فرهنگ ما تاجیکی شده است که هر کارا میخوایم با مجبوری، در مسئله تنظیم آنانه مجبوری میکنیم، در مسئله ریش مجبوری میکنیم. این در کشورهای دموکراتی راهرو نیست. برعکس من به این هستم که اگر از اینکه ما با مجبوری میخوایم بعضی اصلاحاتی همین تحسیناتی بکنیم، من بهتر این است که فضا را آزاد مونیم. انسان ها عقل دارن که ریشه چطور مونن، حجاب چطور مونن، دیگر چیزا بمونن و همین چیز واضح در کشورهای اروپایی است. من چند دی پیش، ببخشید پیش از صحبتان، چند دی پیش در برای ویزه چی استریا، اتریش وقتی که می دیدم طریق صورت باید در ویزه مونیم، اونجا هم مسئله حجاب آمدگی است. حجاب که یک مسلمان وقتی که حجاب دار است باید چطور صورت بگیرد برای ویزا، اونم هست. یعنی اونجا وقتی که آزاد میمونن مردم میدوند که چطور اون ریشه بماند، چطور خانه‌ش رنگ بکند، سفید بکند. این چیزی هست که انسان ها با مرور زمان در فضای آزادی عادت میکنن. درست. من یک چیز برای بینندگان میگم که باعث خوشبختی است که اصلا در جمهوری تاجیکستان که چندین صد سالها، چند هزار سالها دو مذهب شیعه اسماعیلی امامیه و مذهب اهل سنت زندگانی میکنن، دوست و برادر هستن، محبت هستن، یکی از دیگرش کریم میکنن، دیگرش به دیگرش توی همسایگی و دوستی برادری میکنن. و در وقتی من در رسانه بعضی مثلا یک نفر صحبتی که داشت که مثلا به من گفته ایستان که ریش شیعگی من اطمینان دارم که این صحبت تا اون درجه نیست که ما با این را یک دهشت اعلام کنیم، تا اون سطحی که مثلا یک چیزی که از میان رفتن دولت و ملت، یا که نه، این چیز نیست. این اشاره یک قسمت چلسوادان، کم سوادان ما مثل این جوانی که گفته ایستاده است. یعنی هیچ وقت با این صحبت ها باید مردم تاجیکستان، مردم آبرومند مسلمانی تاجیکستان، قسمت اهل زیای تاجیکستان باید توجه نکند. میریم سری صحبت دیگر، یعنی چی دیگر اینجا است. آیا امروز در تاجیکستان اینستیتوت اسلامی، دانشگاه اسلامی است، تا کدام درجه این دانشگاه طلبات مردم رو قانع میکند؟ شما هم چون یک مسلمان میتونید بزنید تو قانع هست؟ یعنی بله. پیش از این مسئله را مطرح کردیم که ما در تاجیکستان اهل سنت حنفی ها و اون اسماعیلی ها چندین سال ها در یک فضای خوب برادری زندگی میکنن. من تخصصی من در مقارنت الادیان هست که مقایسه بین دین ها هست و واقعا متاسفانه ما نتوانستیم تاجیک ها این فضای خوب به جهانیان نشون بدهیم که ما مدتی چندین سال هست در تاجیکستان زندگی میکنیم، رفت آمد داریم، یعنی هم اسماعیلی ها هم احناف. واقعا یکی از بهترین تجربه های زندگی همزیستی بین مذهب های مختلف هست و واقعا این یک چیز خوب است که باید زیای تاجیک در این باره جدی فکر کنن و جهانیان نشون بدهند که می شود که انسان ها همزیستی، یک تجربه خوبی همزیستی تاجیکستان را به جهانیان تعریف کنند. اما در مسئله دیومی که شما گفتید در کدام مسئله بود؟ یعنی از نظر فهمیش اسلامی یک مسئله دانشگاه اسلامی. دانشگاه اسلامی واقعا دانشگاه اسلامی برادرای خیلی خوبی در اونجا درس میتین، برادرها یعنی استادای خیلی خوب هستند و ولی برای تاجیکستان کفایت نمیکند. یعنی درست است که یک نوع زیر نظارتی حکومت هست، ولی به هر حال من و اون استادانی که در اونجا درس میتین واقعا احترام قائل هستم. خیلی آدم های خوب هستن، مهنتکش هستن، از نگاه فکر و دین خیلی خوب میفهمن. اما چه خیلی گفتم برای یک تاجیکستان کافی نیست. ما در زمان شوروی ملاهای داشتیم که در خانه ها صدها داشت. امروز ما اونها را مانع شدیم، اینها از بین رفتن یا که توقف یافتن و ما گذاشتیم همه را به
در همین دانشگاه اسلامی که یک دانشگاه اسلامی کفایت نمیکند. من خیلی میخواهم که مثلا چطوری که تجربه آلمانی ها کردن و آلمانی ها برای مسلمان هایی که در آلمان زندگی میکنن شهروند هستند، برای اونها کوشش کردن که در منطقه های همون مسلمانشین مدرسه های زیاد و دانشگاه ها بسازن تا اینکه از اینکه اون مسلمان آلمانی رفته در دیگر جا از اسلام یاد بگیرد، بهتر است در همون خودی آلمان یاد بگیرد، با اون جامعه خودش یاد بگیرد، فهمش یک درستی اسلام از همون مسلمان های آلمانی بگیرد که این به فکر من خوب است. یعنی یک خیلی چیزی خوب است که در آینده هم اگر مقامات حکومت تاجیکستان این دانشگاه اسلامی که هست اینها بیشتر شوند، بگذار در همین فیلیال این در قرغان تپه، در پولاد، در خوجند، در دیگر جا هم باشد، فعال باشد این. ولی به هر حال من از اینکه تأثیر خیلی مثال یعنی خودی یک دانشگاه ناکافی است. درست. بریم چیز دیگر. محمود جان، شما امروز یکی از جوان پیشرفته مسلمان تاجیکستان هستید، میخونید و خوب یک تخصصی تحلیلگری هم دارید، مسئول دارید. اگر نظر کنیم امروز همون قسمتی جوانانی که در حیات داعش امروز در اون کشورها در جنگ هستن و کوشش میکنن خواهر و مادرای دیگر از اینجا به اونجا برن و اشاره به آن میکنن که این روزی میرسد که از گفته حضرت پیامبر که از شام همون آغاز همون یعنی یک سیاستی آخر زمان پیدا می شود و اینا در اونجا هستن و قسم بعضی رسانه‌ها میخونیم که یک قسمتی خواهر و مادرایی که اونجا شوهراشون کشته شده است امروز زورا به کسی دیگر به شهر داده میشوند. اول این خبرات درست هستن یا نه؟ و دویم این از نظری ما برای چی دانشگاه رو گفتیم که قناعت میکنه یا نه؟ آیا این از نظری فهمیش بلند است که اونها اونجا میرن و جنگ کردن؟ بله، بسیار خوب گفتین در مسئله اینکه چرا جوانان ما بیشتر به سوریه و عراق و به اینها مایل میشن میروند. من اینجا سبب ها خیلی زیاد هستند، ولی اگر واقعا ما و شما اگر نگاه کنیم تحلیل بکنیم، اون جوانانی که اکثرا به سوریه و عراق رفتن جوانانی بودن که از نگاه دینی معلومات کم داشتن، مثل که دیدیم که یک تا در دانشگاه سلاویانی درس خوانده است یا که اون دخترک در دانشکده طب درس میخوان، اونا پرتفتن رفتن و اینجا سبب ها خیلی زیاد هست. مثلا مهاجرت است، یکی از راههایی که مثلا امروز به داعش پیوست میشن در وقتی که روسیه میاد جوان و میبیند که جای کار نیست و رفتن هم به اونجا آسانتر است و در اون کارزاری که اون تندرا داعشی ها یا که دیگر ها در اینترنت، در فیسبوک، در ادنکلاس این که میمونن زیر همین باری همون چیزها شده میل میکنن میروند. ما در تاجیکستان جوان تاجیک امروز مشکلی زیاد دارد. این مشکلی ها سبب می شود که اونها به اونجا روند. من یک مثال عادی برای این گفتم میخوام بگم. مثلا من خودم از دهه هستم. وقتی دهه خودمان میریم دیگر غیر مسجد نه یک جای برای تفریح است، درست است. ما در دهه خودمان در زمان شوروی مثلا بسیار جا داشتیم، باغ داشتیم، باغ لیمون داشتیم، هم فرما بود، مثال همه بسیار جنبه های بسیار چیزهایی بود که یک جوان میتوانست که وقتش در اونجا بگذرونه یا مثال دیگر چیزهایی بود، جای تفریحی کی بود. اما امروز آمده است همین آمده است مسجد. یعنی دیگر بیچاره مثال جای ندارد، مجبور است که مسجد رود. مسجد یک جایی شده است که صحبت بکند. باز میایم همین مسجد رو همین هم فشار میاریم که تا 18 ساله نرود، دیگر نرود. این بیچاره چیکار کند؟ همین جوانی که یگانه جایی که میرود رفیقش میبیند مسجد است. مثلا در نمازهای شام خفتن وقتی میریم باز ما میخوایم که همین را منع کنیم. مثال ما به خاطر برای آن که جوانامون زیر هر توطئه، زیر هر یک تبلیغات نروند، باید در بالای اونها کار کرد، یعنی فهمش اونها رو بالا کرد. ببین مشکلی تعلیمی که ما در تاجیکستان داریم، بیکاری که در تاجیکستان هست،
دیگر مشکلات هایی که ما داریم اینو همش سبب می شود که جوانی بیکار، جوانی خود که در داخلش نیروی زیادی هست برای صرف کردن، اون بیچاره چیکار کند؟ اون میبیند که در یک دو ویدیو کلیپی در آدناکرنسنیک و فیسبوک یا در دیگرش میبیند که دیگر انتها کردن چی میگه که بهترین راه همون است، پس میرود. ولی به خاطر این برای آنکه ما اگر واقعا نگران هستیم از رشد تندگرایی بین جوانان، ما باید راههای حل ریشه‌ای را پیدا بکنیم، نه اینکه راههای کوتاه مدت که نتیجهش برعکس می‌دهد. وقتی شما جوان به ریشه می‌تراشید، اون خودش تحقیر شده حساب میکند، اون یک چیزی عکس العملی برعکس میگیرد، چی میکند؟ میگوید که اگر وضع همین خیر است، اکثر همونایی که در از عراق اینا گپ میزنن بیشتر چیزشون همین است که در تاجیکستان آزادی نیست، مثلا دیگر نیست، ما میخوایم همین آزادی های دینی باشد. خب میریم سوال دیگر، چون میدونم که جامعه تاجیکستان نظر به کشورهای دیگری که ما یک قسمت سفر کردیم و صحبت کردیم برای مردم، یک جامعه بسیار آرام است، یک مردم بسیار آرام دارد، یک مردمی اهل چی استادای مثلا قسمتی دینی و استادای قسمتی دنیوی مثلا فیزیک بسیار مردم به هم مایلند که در بیشتر کشورها اینا کم دیدیم مثلا میشود. و آیا امروز یک توافقاتی اصلا دورترینه یا ضعیفترینه یا نازکترین میان این چیزا هست که باید این حل شود و یعنی این مسئله ریشه ایجاب یک کشور به سطح کجایی نبراید دیده می شود؟ روند هست؟ بله، من با شما موافقت میکنم که شخصیتی یک تاجیک شخصیتی در عموم نسبت دیگرها معتدل تر هست و این چیز ما در خود دانشگاه اسلامی اسلام آباد که بیش از 50 ملت ها بودن احساس میکردیم که تاجیک ها در وجودشون یک نوع اعتدال این وجود دارد و ما در خود افغانستان که مهاجرت و دیگر بود رهبریت اونها هم کوشش میکردن که رهبریت همون از مخالفین که در افغانستان بودن با هیچ یک از همون نیروهایی که با خود جنگ میکردن یک طرف نمیرفتن، یعنی میگفتن ما مهمان هستیم، هر کسی که ما به چیزهای داخلیش ما دخالت نمیکنیم و همین که باز برگشتن رفتن مخالفین و حکومت سازشنامه صلح آمد تا 2010 این روند درست است که بعد 2056 روند تغییر یافت ولی باز 2010 بسیار به یک سوی همون تفاهمی که بود متاسفانه اون از اون ادراکی ازلی تاجیک فخر میکنیم امروز ثابت شده ایستاده است که این خیلی کم است، یک کتازی است. میدان امروز دیگر با اون دیگر جای برای مکالمه نمانده است، یعنی نیروهای تندرو هم از طرف دنیوی هم از طرف اسلامی فضا را گرفته ایستادن و اونهایی که اعتدال هستند چی در مقامات چی در مخالفین از نگاه از دنیوی ها و هم از اسلامی ها به حاشیه رفته ایستادن. این متاسفانه خیلی یک چی میگیم یک نقطه تحولی منفی در ما هست که و ملت متاسفانه بهای این رو ملت خواهد پرداخت. یعنی منظورت گفتاد این است که شما خوشبین هستید و بهتر شدن؟ نه، من فعلا امید دارم، یعنی هر یک ما تاجیک همه عموما میگن امید دارم که انشاءالله که بعد همه این سختی ها بعد این همه یک به آینده درخشان امید داریم، ولی چیزی که واقعیت این است که همون تفاهمی که از وقتی سازشنامه صلح بود اون آهسته فراموش شده ایستاده است. اون ما تقریبا میگیم که اون جزئی تاریخ بود، دیگر فراموش شود، دیگر واقعیت ببینیم که ما هستیم، ما هر چیزی میخواهیم همین میکنیم که متاسفانه غلط است. باید مکالمه و گفتگو بین تمامی نیروها و قشرهای جامعه صورت بگیرد واقعا که متاسفانه امروز دیده ایستیم که روز وضع به بدتر رفته است. خب تشکر دوستی عزیز. محمود جان شما از تاجیکستان اومدید، مهمونی ما بودید، یک از تاجیکستان پرسیدیم براتون صحبت کردیم، خیلی خوب است. من برای بینندگان در آخرین چی میگویم؟ من
باز از اون تکرار میکنم که جامعه تاجیکستان یک جامعه بسیار ملایم است، یک جامعه که سیاست حلانیت داشته در میان تمام ملت‌های دیگری که سابقه بودند. در دوران اتحادیه شوروی در خود دوشنبه 60% وقتی ملت‌های دیگه از نمی‌کردن، به خصوص ملت‌های روس، ملت‌های آذری و ارمنی و آستینی و این مسائلی برای از نمی‌کردن. ما با همش با این تمام دور بودن از فرهنگ ما دوستی کردیم و همسایه‌داری کردیم و پیوستگی کردیم. و این به یک قسمت اشاره از اون است که من اصلا باید اون نقطه نظری که داشته باشم نگویم، نه که ما یک چیز من بسیار زیاد مرا مجبور می‌سازد که این را بگویم. امروز دایره های کشورهای بزرگی که نتوانستند از طریق زیر دست خود یا نتوانستند از نیروهای خودشون قسمت های کشورهای فرهنگی و اسلامی را زیر تاثیر خود درآورند، امروز کوشش اون میکنن که از دست مسلمان را از دست برند. اشاره به این است. خب در قسمت دیگری کتبی که امروز از ادیان دیگری جهانی است اشاره به آن میشود که روزی میشود که در نزدیک کوه سیوم حضرت بزرگوار عیسی پایان میشود و از آنجا تمام مردم یهود اطرافش میشوند و تمام دنیا را از آنجا اداره خواهند کرد. خب قسمت مردم مسلمان اشاره به آن میکنن که در آن جایی که امروز جنگ‌های شدیدترین رفته است و از قسمت شام که اشاره از اون که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله اینجا اشاره کرده است که مثلا اونجا با جمع شیم و دنیا را زیر تاثیر خود گیریم. من اشاره یک چی میکنم، اینا یک هیلون نیرنگ های این دایره هایی که امروز کشورهای بزرگ هستند که آن مردمی که اصلا با یک مشکلات زیاد، با یک خاری و زاری از اون زمان به هم آمده امروز یک زندگی خود برای خودشون تشکیل دادن، میخوام باز از هم زنن. و اطمینان دارم که جامعه تاجیکستان که 99% در اشاره چی مردم دیندار، چی مردم سیاستمدار تاجیکستان همین دائم اشاره میشود که 99% مردم تاجیکستان مسلمانند. من اطمینان دارم که در آینده های نزدیک ما تمام اون نیروی فرهنگی و عقلانی و علمی و عملی خود را استفاده خواهیم کرد از اینجا هر یک تاجیکی در هر گوشه دنیا نباشد. این مشکلاتی که امروز اینجا بار آورده است حل خواهیم کرد که خواهران و مادران عزیز ما هم چیزی به درشتا مواجه نشوند و برادران عزیزی مسلمان ما هم دل شکسته نشوند. خب این جای به کشور دیگر رفتن و جنگ کردن نیست، چون خداوند بزرگوار دین را برای کشتار و ریختن خون آفریده است و حضرت پیامبر بزرگوار هم در چندین حدیث های خود اشاره به این میکند. یعنی انسان پرستی بهتر است در صحبت حضرت پیامبر بزرگوار. از اینجا من به شما خداحافظی میکنم. این بود برنامه لحظه حقیقت با من بیک رحمانی.